میشه که مهمه. تموم کن بریم بابا، دیر شد. نه حاجی ولش کن، سعی توالتشون کثیف میشه. بابا تو دیگه کی باورم هستی؟ نمیشه یه آثار هنری رو دارم رایگان تماشا میکنم. تو جات تو موزه لووره. آخه یکی به این بگه مو که تو چلا. درسته که شاید سطح غذایی که میخورید یکی نباشه، اما چیزی که تحویل میدی همونه. پس سنگ توالتی که از چوب باشه یا از طلا باشه ذاتش یکیه. آخه سیستم بود. دست شستن دقیقاً چه فایده ای داشت؟ مشکل تا دیروز دماغ تو با شلوار پاک می‌کردی، پس نتیجه خیلی واضحه. بابا حوله دیگه جلو چشمت چرا سوسپاستی میکنی قضیه رو؟ اصلا موندن تو دمپایی رو خارج از محدوده دستشویی در میاری، بقیه رو واسه خرج میگن. پرواز میکنی، کانگورویی، میپری، تبدیل میشی. چی هستی تو؟ پا تو 180 درجه هم با کنی حداقل نیم متر خلافی در میاد. یه نیم نگاهی هم به پشت سرت میندازی. جایزه گذاشتم. دمپایی چرا جلو بازه؟ خیسه جورابام. ناراحتی میتونی با جورابات خوشکشون کنی. بیا وقتی یه حرفی میزنی میگن سطح دغدغه. خب بابا جان من که واسه بقیه راجع به شکاف هسته اتمی تو دستشویی فکر نمی‌کنم. بیا بیرون بابا، چاق زد بالا. فاصله یه شهر رو پر کردی، زیر لفظی می‌خوای مگه؟ چه عجبی فرصتی هم توی زندگی به ما دادی. میگفتی گوام میکنم حالا چیزی برات قانونی می‌کردی. آره زحمت کشیدی تا اونجا رفتی، بعد می‌ذاشتم با دستگلات دوشم می‌گرفتی. عرض ادب بالاخره بعد 10 سال شما رو دیدی. علی لیاقتی بابو. دیرینه رو بچه کجا داری؟ مگه خودمون تو خونه فوتوسنتز میکنیم که تا اینجا نگهش داشتی؟ نه میخواستم ببینم مال اینا چه شکلیه. مگه چه زودم راهشو یاد گرفت. بچه تو بویایش قویه. خب دیگه وقت رفتن، اگه خوبی بدی دیدین از من حلال کنی. اوف آلومینیوم قلی کردی مگه؟ من منتظرت میمونم سربلند. خب دیگه فعلا وقت رفتن، خدا نگهدار. آقا این یه ایرانی اصیله. بله چون بعد از رفتنش دستشویی تا یه هفته پلوپ میشه. هر قصه یه پایانی داره ولی همیشه پای یک ایرانی در میونه.